ای سیفیای غالی، ای صوفیای غالی، ای روافض مشرک، به این فکر نباشه که شیخ ابو عبیدالله متوکل از بین رفت خلاص دیگه نام اهل حدیث خاموش میشه. هزارها شیخ متوکل هست، هزارها شیخ متوکل سبحان الله در راستای دین مبین اسلام وجود داره. روز فراق خواهد رسید ان شاء الله تعالی. خون از این شیخ را ان شاء الله انتقامش را خواهد گرفتن و خون از این هدر نمیره. روزی شیخ عبدالمالک از ایران بلوچستان است در اسلام آباد که از فرزند شیخ عبدالعزیز سربازی میشه، این برادرزاده مولا عبدالرحیم مولازاده، عبدالرحیم مولازاده برادرزاده از اون میشه. از شاگرداش قصه میکنه، گفت رفتم در اسلام آباد داخل هتل، در اونجا گفتم که داخل که شدم گفت تفنگچه را پاک میکرد. گفتم که شیخ صاحب شما سبحان الله عالم دین هستین، تفنگچه در دستتون. گفت با شما زیبنده نیست، گفت شما عالم دین هستین، شما نور چشم ما هستین. عبدالمالک سربازی رحمت الله علیه در جواب میگه که سید قطب رحمت الله علیه میگه عالمی که خونش را، عالمی که علمش را با خونش رنگین نسازد و عالم نیست. میگه الله اکبر. عالمی که سبحان الله علمش را با خونش رنگین نسازه و میگه عالم نیست. گفت امی آخری دیدار ما گفت با شیخ عبدالمالک بود، بعدن در کراچی امی روافض نجیس، روافض پلید، روافض اولئک هم شر البریه، بدبختترین رذیلترین مخلوق الهی در کره زمین، یک شاجر مرمی را در شکمش خالی میکنن. ایرا شیخ صاحب عبدالمالک سربازی را چی میکنن؟ به شهادت میرسن. بله امروز شیخ عبیدالله متوکل اما علمش را با خونش رنگین ساخت. الله سبحانه و تعالی غریق و رحمت بکنه. واقعا یعنی دردآور است. همیش با اونا شوخی مذاق داشتیم، همیش در اواخر بعد اختلافاتی که در بین ما و از اونا صورت گرفت، این موضوعاتی که در پیش آمد الحمدلله با شخص معروف و با دیگر اساتیدی که در ارتباط داشتیم ایره به نوع احسن حل کردیم. رفت همیش شوخی میکرد، همیش مرا به نام شوخی زیاد میکرد، گوره خور، همیش تکیه کلامش بود. واقعا امو صحنه‌ای که ما مثلا یک جای می بودیم همیش این اکثری اوقات تقریبا 8-9 ماه در یک جای بودیم، در میمانی ها، در دعوت، وقتی که در کاپیسا دعوت کردن اونجا رفته بودیم با جمله شخص ابوالاسرار و دیگر شیوخایی که در اونجا بودن. سبحان الله یعنی واقعا خیلی دردآور است، خیلی دردآور است. اما عبیدالله پسر کلانش است، اما تو تنها نیستی. بسیار برادران هستن که انشاءالله از تو حمایت خواهد کرد. الله سبحانه و تعالی شما را صبر جمیل عطا بکنه و الله عزوجل توفیق عمل نصیب بکنه. انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام، صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام. انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام، صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام.